و مقامات انتظامی تاجیکستان به تفتیش کار بختیار نظرزاده شهردار پیشین کولاب آغاز و چند زیردست سابق او را بازداشت کردند. بختیار نظرزاده از سال 2021 تا ماه ینور سال 2026 رئیس شهر کولاب بود. او حالا منصب ندارد، اما تا هنوز کرسی خود را در مجلس ملی و همین طور دخل ناپذیریش را حفظ کرده است. همکاران هم این موضوع را تحقیق کردند و خلاصه آن را قبل از برنامه اسکندر خواجه میرزاده برای ما و شما شرح داد. بله مومن، دو منبع در مقامات تفتیشاتی ولایت ختلان روز 11 ایون به رادیوی آزادی گفتند که در زمان کار بختیار نظرزاده تقسیم غیرقانونی زمین، ساختکاری، قلابی، تقسیم نادرست بودجه و دادن پاره آشکار شده است. یکی از منبع‌های رادیوی آزادی در نهادهای تفتیشاتی ولایت ختلان گفت گروه از مفتشان اگنتی ضد کورپسیا در اول ماه اپریل آمده تمام اداره های شهر را سنجیدند. این کار 2 ماه دوام کرد. سنجش زمان فعالیت بختیار نظرزاده را در بر می گرفت. بختیار نظرزاده به زنگ های رادیوی آزادی پاسخ نداد و نظرش به این خبر معلوم نیست. تا کنون علیشیر باباجانزاده معاون سابق رئیس کولاب، حبیب الله رحیموف سردار سابق ریاست مالیه، رمضان بابایف رئیس سابق باغ اسماعیل سامانی و نوردین شیرافگان کارمند پیشین اداره زمین کولاب دستگیر شدند. به اطلاع منبع‌های رادیوی آزادی آنها به مفتشان گفتند آن کارهای را که مقامات غیر قانونی می‌دانند با دستور رئیس سابق شهر عملی کردند. از همکارم همچنین پرسیدم که نزدیکان بازداشت شده ها چی میگویند و آیا خودی نظرزاده بازپرسی شده است یا نه؟ یکی از نزدیکان نوردین شیرافگان به ذکر نامش روز 12 ایون به رادیوی آزادی گفت او گناه ندارد و هر کاری کرده است در دایره قانون و با سفارش حکومت شهر کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بیش از 10 منصبدار دیگری سابق در حکومت کولاب بازپرسی می شوند، اما هنوز نسبت به آنها عیب اعلان نشده است. با گفته منابع رادیوی آزادی مفتشان با بختیار نظرزاده هم صحبت کردند، اما هنوز به طور رسمی بازپرسی نشده است. وی همچون عضو مجلس ملی تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره‌مند است. پس از برکناری بختیار نظرزاده از منصب، قرارهای او در مورد ساختمان بازار و دکانهای تجارتی در نزد قلعه کولاب بیکار و این دکانها پره تخریب شدند. از این پیش نیز اسم بختیارزاده در رابطه با صادر کردن چند قرار مربوط به دادن زمین و سوء استفاده از منصب رسانه‌ای شده بود. تحقیق رادیوی آزادی در سال 2023 نشان داده بود که نظرزاده از منصب به فایده شرکت خود استفاده می کند، پول انداز و برق را نمی سپارد، مؤسسه و خیابانها را به نام نزدیکانش گذاشته، برای ستایش از هر عمل او در شبکه‌های اجتماعی گروه را از حساب خبرنگاران سازمان داده است. تفصیلات بیشتر درباره بازداشت منصبداران سابق کولاب و تفتیش فعالیت شهردار سابق را در وبسایت azadi.org بخوانید.